گلسا، فرق رشته اقتصاد و حسابداری چیه؟ اقتصاد، ببین این رشته درباره ثروتمند کردن کشورها و نجات دنیا از بحران است. مثل یه بازی شطرنج اقتصادی میمونه که هر یه حرکت کوچیک میتونه مسیر تاریخ رو عوض کنه. اقتصاد یعنی مطالعه سیستم اقتصادی به طور کلی، از مدیریت منابع و تعیین قیمت گرفته تا تأثیر سیاست‌های اقتصادی روی کشورها و جوامع. اما حسابداری اینجا دیگه قلمرو اعداد و ارقامه. همه میان بهت میگن که ما رو از این وضعیت نجات بده، مالیاتامون رو حساب کن، حسابامون رو سر و سامون بده. حسابداری روی ثبت و تحلیل داده‌های مالی برای کسب و کار و افراد تمرکز میکنه تا بتونه گزارش دقیق و ارزیابی درستی از عملکردهای مالی بده. یعنی اگه بخوام مثلا به طور خلاصه بگم، اقتصاد اون تصویر بزرگ است و حسابداری اون تعادلیه که همه چیز رو تنظیم و کنترل میکنه.